در قطار راه آهن توشکند ولگگراد از یک مسافرزنی که از ازبکستان وارد روسیه میشد 120 کیلو لباسواری به مبلغ بیش از 260,000 روبل یا حدود 4,000 دلار پیدا و مصادره کردند. در این باره روز 1 نوامبر سال 2022 با تکیه به باجخانه ولایت استراخان روسیه سامانه محلی گرسکی ویستی خبر داد. بنا به خبر نشر شده این زن زاده تاجیکستان بوده میخواست با قطار راه آهن توشکند ولگگراد 491 سر لباس و همچنین کلاهها را بدون اعلامیه گمرکی با مقصد فروش وارد روسیه کند، ولی کارمندان باجخانه استراخان و مرزبانان روسیه در مرز قزاقستان با روسیه این بار رو پیدا و مصادره کردند. در نتیجه تفتیش باغاج این زن معلوم شد که او با خود 120 کیلو لباس از جمله کرت‌ها، لباس کودکانه و کلاهها را به مبلغ بیش از 260,000 روبل داشته است. این زن در بیاناتش گفته است که این لباس‌ها را در بازار عمده فروشی تاشکند با مقصد فروش من بعد در قلمرو روسیه خریده بود، ولی نمیدونست که باید در باجخانه روسیه با خود داشتن این قدر لباس را رسما اعلامیه کند. به ضد این زن زاده تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 16 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه با اتهام اعلامیه نکردن مالها پرونده مأموری گشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه 1 یا 2 برابر مالهای گرفته شده با مصادره این مالها یا بدون آنها تهدید میکند.